من خودم موقعی که اولین بار فیلمو دیدم 16 سالم بود، در سال بعد از جشنواره، زمان جشنواره هم یادمه که وقتی فیلم‌های دیگری بودن که پر سر و صداتر بودن و من اون فیلم رو اونا رو رفته بودم، خب صف بود، اینا خیلی شلوغ بود، مثل الان نبود که راحت بشه رفت تو جشنواره و از این حرفا. بعد از جشنواره خب یه سری درباره نقد یادم ماهنامه فیلم اون موقع مجموعه ای از یادداشت‌های کوتاه از نویسنده‌ها میذاشت درباره فیلم‌هایی که دیده بودن، یعنی هر کی مثلا 10 12 تا یادداشت داشت درباره. خیلی هم برای ما خوندنی بود، یعنی نمیدونم فکر می‌کنم یکی از پر مشتری ترین و پر تیراژ ترین شماره‌های ماهنامه فیلم یکی شماره جشنواره که شماره درست بعد از جشنواره که همه می‌خواستن اینو ببینن. چقدر ما منابع زیادی هم نداشتیم اون موقع، ماهنامه فیلم بود، سروش هم بود که حالا خیلی یه صفحاتی رو اختصاص میداد ولی قابل مقایسه نبود، مثلا فکر کنم 20 یا 30 صفحه بود اون موقع، بستگی داشت، حالا چیزای دیگه هم نبود. بعد از جشنواره که حالا مثلا من اون یادداشت‌ها رو می‌خوندم، خب یادداشت‌های متفاوتی بود، هم کوتاه بود، خب قاعدتا نمیتونستیم مثلا، ولی مثلا حسم این بود که این فیلم زیادی، چون بعضی از یادمتون یادداشت‌ها اشاره کردن به فضای سوپر هشتی و سینمای جوانی و اینا، درست آقای گل‌کنی؟ بعضیا حتی ایراد گرفته بودن که این قطعه آخر دانو آبی خیلی یه مقداری متظاهرانه است و فضایی که روشن فکر نمایی و از این حرفا، بعضی هم تعریف کرده بودن. در هر صورت که من در ایامی که تو فیلم پخش شد توی تابستان، فکر یادم نمیاد تابستان بود و فکر کنم تابستان بود، خیلی شک داشتم که من فکر کردم میرم یه فیلم حوصله سربر میبینم، گرچه من اون موقع سینما رو خیلی نسبتاً جدی به عنوان یک نوجوان دنبال میکردم، همه مطالب سینمایی و کتاب چیزایی که در دسترس بود میخوندم. و بعد از اینکه فیلم رو دیدم رفتم، انقدر ماجرا واسم سحرآمیز بود، به خصوص این فصل پایانی، که فکر میکنم یک روز یا 2 روز بعد، اولا کلی پیاده را رفتم تا برسم خونه، بعدش هم سینما آزادی و شهر قصه اون موقع یادم نمیاد، و بعدش 2 روز بعد رفتم فیلم رو دیدم. الان واسم جالب بود بدونم کسانی که بعد از این همه سال، یعنی بعد از 30 و اندی سال، در نزدیک 40 سال میشه، 38 سال بعد فیلم رو میبینن، چه حسی دارن، هنوز فیلم واسهشون کار میکنه. من خودم که فیلم رو میدیدم به نظرم اینجوری بود، حالا یه جاهایی فکر میکردم چیزه، و هنوز به نظرم درخشان هنوز یکی از بهترین آثار عیاری و یکی از بهترین آثار سینمای بعد انقلاب ماست. بیا چی؟ پول بده نمیدی؟ ندارم تمام شد، مجبور نیستی. ندارم، چیکار کنم؟ من قبلش میخواستم یه اشاره بکنم به اون 2 تا فیلمی که روز اول این هفته نمایش داده شد، 2 تا فیلم 8 میلیمتری آقای عیاری که به اصطلاح بازسازی شده بود و اینجا نشون داده شد و خیلی خاطره برای من زنده شد از اون فیلم های 8 میلیمتری که با چه مشقتی ساخته می شدن این فیلم ها، یعنی با معیارهای الان که نگاه میکنیم مثل شکنجه بود واقعا. و حالا برای یه بحث همین بود که مرمت اینها در حدی که مثلا خشی چیزی روی فیلم ها هست رفت بشه یا مثلا رنگشون رفته، رنگشون درست بشه کافیه، ولی بقیهش دیگه باید گذاشت همون شکلی بمونه، چون اینها مال یک دوران هستن و مثل سینمای صامت که به دلیل صامت بودن اون معیارهای زیبایی شناسی خودشو میاره، بنابراین اون نباید دستش زد. مثلا بعضی از 30-40 سال پیش شروع شد که فیلم های سیاه و سفید رو میگفتن رنگین میکردن و بعد خیلی زود با مخالفت روبرو شد، چون اصالت فیلم ها از بین میره. اون فیلم ها رو میدم که این صدای مثلا پا رو چجوری در میارن، تپی روی چیزی میزدن، صدای پا بیاده، نمیدونم صداهای مختلفی که درست میکردن، اون نوع صداگذاری اون فیلم ها و اون مشقتی که با این موویل های دستی داشت و اصلا ریتم مثلا بی معنی بود. وقتی فیلم ها رو باید با دست میبردیم جلو تا اون فریم مورد نظر رو برای کات کردن انتخاب بکنیم و بعدم وقتی که کات میشد دیگه تموم بود، اصلا هیچ تغییری نمیشد داد. بعدم اینکه این 2 تا چیز رو به هم بچسبونی، حالت دندونه‌ای بود و این چسب مایعی بود، باید میزدی روش و اینو مثلا دقایقی نگه می‌داشتیم تا مطمئن بشیم که این چیزه
چسبیده دیگه. و بعد فیلم ها وقتی توی آپارات 8 میلیمتری میرفت که نمایش داده بشه معلوم نبود که سالم از اون ور بیرون بیاد. و اغلب همه کسانی که فیلم 8 میلیمتری کار کردن یک چیز قوطی‌های آشالا شده از فیلم هایی که سالم در نمی اومد از توی چیز داشتن. حالا به هر حال اینا خاطره ای بود که فیلم های کیانوش عیاری زنده کرد در من اون روز. و این آن سوی آتش که ریشش توی یکی دیگه از فیلم های همون زمان کیانوش هست. خاطره گنگی من دارم از اون فیلم. فقط یادم 2 برادر بطری جمع میکردن کنار دکل ها. کیانوش عیاری که خیلی زود میشد بهش اسم فیلمساز مؤلف به کار ببرد و فیلمسازی که صاحب امضا شد، قابل تشخیص بود. فیلمش بعد از 3-4 تا فیلم، حتی در همین فیلم آن سوی آتش 3مین فیلمش بود. و زمانی که به نظر می‌آمد و اینجوری هم بود که در واقع اون فیلمسازان سینمای آزاد هستند که میتونن حیات سینمای هنری ایران رو لااقل ادامه بدن و تشخص بهش بدن. خب تعدادی از اون فیلمسازا فیلم ساختن، ولی الان که دارم فکر میکنم کیانوش عیاری تنها باقی مونده اون جمع هست که به کار ادامه میده و شاخص‌ترینشون واقعا و کسی بود که با خیلی فاصله. بله. بقیهشون یا تو سینمای بدنه به اصطلاح جیرانی غایب حل شدن یا اینکه غرق شدن اصلا تو اون سینما و الان هیچی ازشون باقی نمونده. حتی از سینمای بدنه زمان خودشون هم به شدت عقب موندن و منزوی شدن. خب ولی کیانوش عیاری باز جزو نسلی هست که حالا اگر خارج از سینمای آزاد هم در نظر بگیریم، اون نسلی که شروع کردن بعد از انقلاب، تعدادشون هم از چند سال قبل از انقلاب شروع کرده بودن، جزو انگشت شمار، یعنی حتی کمتر از 4-5 تا ما داریم فیلمسازی که تونستن خودشون رو باز تشخصشون رو در دوره‌های مختلف حفظ کنن. ما الان غیر از کیانوش عیاری و محمد علی سجادی که خب اون از سینمای بدنه و سینمای حرفه‌ای دور موند به دلیل روحیه خودش و باز اونم سختی هایی که مثل کیانوش عیاری کشید و علیرضا داوود نژاد و غیر از این 3 تا الان واقعا اسم دیگه من یادم نمیاد که از اون نسل از سینمای آزاد نه از اون نسل سینماگران. بله. و هم اینا نشون دادن که سینماگر هستن و میخوان اون چی که بهش اعتقاد دارن اونو فیلم بسازن. فقط کسب و کار و یک حرفه و شغل نیست براشون. نمیدونم حالا تو دفعات بعد میتونیم صحبت بکنیم، ولی این در دورانی آن سوی آتش ساخته شد که خب بازار گرم فیلم های سیاسی، شبه سیاسی، ملودرام های خانوادگی تو سینمای ایران خیلی رواج داشت، ولی کیانوش عیاری به دلیل روحیه خاص خودش فیلمی ساخت که هیچ شباهتی به سینمای اون دوران نداشت و حالا مثل همه سینماگران ایرانی تمام این دهه ها که وقتی ناظران جامعه، مدیران جامعه نمیفهمن حرفاشونو و یه خورده مبهم هم صحبت میکنن، دوچار مشکل میشن.
آنسویاتش به راحتی میتونست یک فیلم سیاسی باشه، ولی جاذبه مردافکن این ماجرا رو، این نوع سینما رو کیانوش عیاری کنار گذاشت و این اثر درخشان رو پخش کرد و به نظر من فکر میکنم اولین فیلم عاشقانه‌ای بود که حداقل یه بخشش، نمیخوام بگم کلا فیلم عاشقانه، ولی حداقل یک فضای عاشقانه‌ای داشت که ما تا اون موقع من یادم نمیاد که انقدر جذاب غلیظ بود و میتونست عشق اون فصل پایانی انقدر مؤثره توی اون سکانس آخر. چون اون موقع حتما دوستان یادشونه که فضای فیلم‌های عاشق یک فضای رسمی سرد عجیب غریب بود که حتما عشق، خندیدن و خیلی چیزای دیگه توش یه مقداری ممنوع بود. اگه هم عشقی بود یه جوری بوده که آدم چیزی توش حس نمی‌کرد، یا حالا یکی میرفت خواستگاری خیلی چیزو مثل خیلی از سریال‌ها. کیانوش عیاری مصداق بارز در حقیقت تکوین یک فیلمساز مؤلفه. ببینید ما به هر حال در حوزه نظریه پردازی فیلم و حوزه نظریه پردازی کلانتر در حوزه نظریه پردازی هنر نظریه‌های مختلفی رو داریم که به واسطه اون در جهان سال‌هاست دارن عرضم به خدمت شما که سینما رو مورد مطالعه قرار میدن، در کنار نگاه ژورنالیستی که هستش و همه خود ماها در واقع همه از برآمده در واقع از اون فضا هستیم. عرضم به خدمت شما توی نگاه تکوینی ما اگه بخوایم چند تا فیلمساز رو نام ببریم که در واقع به واسطه یک نگاه تکوینی، به واسطه یک نگاهی که در شکل دهی به سینما خودشون و تاریخ سینمایی کشورشون میتونن تاثیرگذار باشن، آقای کیانوش عیاری یکی از این افراده. شخصی است که در حقیقت از سینمای آزاد شروع میکنه، گام به گام میاد بالا و در واقع این سینما رو هی شکل میده در آن کاری که خودش داره میکنه تا برسه به اتفاقی که امروز میفته. کسی که فیلم به فیلم پیشرفت میکنه و در حقیقت فیلم به فیلم عرضم به خدمت شما که خودش رو کامل میکنه. ببینید نکته‌ای که استاد عزیزم جناب آقای گلمکانی، دوست عزیزم آقای امین اشاره کردن، ببینید این فیلم در واقع یک فیلم دهه 60 محصول دهه 60. میبینیم که آرم توی تیتراژ آرم تلویزیون هم پاش میخوره و به هر حال کم و بیش دوستان با فضای دهه 60 و فیلم‌هایی که تولید میشد آشنا هستند. این که فیلم میتواند در واقع یک فیلم تمثیلی باشد و در حقیقت ما از اون در واقع رمزگشایی بکنیم، تمثیل رو تفسیر بکنیم و اون رو بیایم ببینیم که چه معنایی میخواد منتقل کنه و این حرفا که اگه فرصتی شد حالا راجع به اون ماجرا هم من صحبت خواهم کرد. راجع به این هم صحبت خواهم کرد که این بحث واقعیت که در سینما مطرح میشه و عموما وقتی میخوام مثال بزنم میگن آقای کیانوش عیاری به عنوان فیلمسازی است که واقعیت رو در حقیقت توی فیلم‌هاش بازتاب میده، این هم باز یک نگاه یه خورده دهه 60. ما امروز که راجع به واقعیت حرف میزنیم مثلا واقعیت شکل دیگری داره. واقعیت هیچ وقت نمیتواند در سینما اتفاق بیفتد، نه در سینما که در هیچ هنری نمیتواند اتفاق بیفتد. ما کلا وقتی با اثر هنری مواجهیم با تمثیل مواجهیم. شما از وقتی دوربینتون رو روشن میکنید، خاموش میکنید، در بهترین حالت بخشی از واقعیت که اونم تازه اتفاق نمیفته. شما یه در واقع میشه گفت که واقع نمایی دارید، یک واقع گرایی دارید. باز شاید اگه لازم شد توی بحث‌های بعدی بهش اشاره میکنم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که عرضم به خدمت شما آن چیزی که فیلمی مثل آنسوی آتش رو، فیلمی مثل شبح کژدم رو، فیلمی مثل آبادانی ها رو جدا میکنه از سایر فیلم‌های تمثیلی که در اون دوره دارن ساخته میشن که بحث‌های در واقع روابط انسانی، معنویت، نمیدونم دوری از مادیات همه رو دارید دیگه که اینا به هم میرسن، عشق میاد وسط، مادیات میره آتیش میگیره و این حرفا دیگه. عرضم به خدمت شما منتها چه چیزی کیانوش عیاری رو میکنه کیانوش عیاری و نسبت به اون اتفاقی که داره تو دهه 60 نسبت به فیلمسازهای دیگه میفته. بحثی که ما امروز داریم کتاباشو ترجمه میکنیم و راجعش صحبت میکنیم، بحث روایتگری به واسطه فیلمه. ببینید فیلم داره در جنوب ساخته میشه و ما چون به واسطه آن اتفاقی که روایتگری ما در ادبیات نسبت به جنوب داره و در واقع اون فضای نفت و این قصه، خیلی زیاد این فیلم ها میتونن متصف بشن ارزم به خدمت شما به ادبیات. ناصر تقوایی داستان نوشته و به هر حال شما نویسندگان بزرگی دارید که توی اون حوزه کار کردن و مطلب نوشتن. کاری که کیانوش عیاری داره اون زمان انجام میده، داره با تصویر برای ما داستان تعریف میکنه. باز میشود به جزش اشاره کرد و در واقع راجع به قسمت‌های مختلفش بحث کرد. فیلم یک فضای شبه وسترن داره. حالا نه لزوما فقط به خاطر اینکه از اسب استفاده میکنه، به دلیل نوع کادربندیش، یعنی در حقیقت آن چیزی که کیانوش عیاری از سینما یاد گرفته رو داره توی خود همین فیلم به واسطه
سینما در حقیقت داره انعکاس میده و به ما منتقل میکنه. بحث‌های مضمونی راجع به این فیلم میگم خیلی بحث‌های دموده امروز و خیلی ما اینها رو دیگه از سر گذروندیم، ولی نکته‌ای که وجود که کهنم نمیشه چون آرکیتایپ کهن الگوه، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این داره با چه زبانی به ما منتقل میشه. شما الان نگاه میکنید آن چیزی که حالا به دست ما رسیده، میگم جدید داره ترجمه میشه، از اواسط دهه 70 ترجمه شده اومد جلو، بحثایی که تو حوزه نوفرمالیسم یا الان مثلا در واقع شما میبینید که با دو تا یهو کتاب، دو تا ترجمه از روایت و روایتگری سینما وارن باکلند میاد بیرون که آقای دکتر شهبا و آقای دکتر پور محمد رضا ترجمه میکنن. شما میبینید که الان داره بحث روایتگری فیلم فارغ از جنبه‌های نظریه‌های ادبی مطرح میشه. این که ما وقتی میخوایم راجع به روایت فیلم صحبت کنیم لزوما به سمت جنبه‌های ادبی نریم و در واقع دنبال عناصری که مطالعات ادبی در حقیقت به ما داده و این خیلی توی نقد فیلم ما تاثیرگذار بوده در یک دوره‌ای، از اونها دور بشیم و راجع به زبان سینما صحبت کنیم. اینکه سینما چگونه داره برای ما روایت میکنه. آن چیزی که توی فیلم آن سوی آتش برای من جذابه و من وقتی هنوز میبینم لذت میبرم و ممکنه باز بار دیگر هم ببینم این اتفاق بیفته و در مورد دیگر فیلم‌های آقای عیاری این هستش که روایتگری داره با سینما در واقع شکل میگیره. فیلم مدیون لزوما فیلمنامش نیست، فیلم لزوما مدیون یک سابقه ادبی نیست. هیچ اشکالی نداره، اقتباس وجود داره، اصلا نمیخوام منکر به بینارسانه دیگه امروز میگیم، ما دیگه در واقع در دوره اینترمدیاییم دیگه، اصلا بحث اینترکالچر بینا متن رو هم ما ازش عبور کردیم. عرضم به خدمت شما که نمیخوام اونها هم جای خودش قابل بحثن، ولی آن چیزی که اتفاقی که داره میفته این نکته رو بگم و نقطه بذارم و فرمایشات دوستان رو بشنویم. عرضم به خدمت شما بحثی است که روایتگری است که توسط سینما داره اتفاق میفته، یعنی فیلم خودش را روایت میکند به واسطه میزانسن، به واسطه میزانسن به صورت جزئی و به واسطه آن چیزی که سینماست. این راجع به کیانوش عیاری قابل تعمیمه. چی؟ برو خوش باش. خداحافظ. شما فیلم‌های کیانوش عیاری رو ببینید، توش آدم فکر میکنه که خب چقدر راحتش این صحنه‌ها رو در آوردن، این در صورتی که همه چی چیده شده، به شدت کارگردانی شده و این تسلطی که این آدم داره توی فضا سازی که میتونه، حالا رامتین به میزانسن اشاره کرد، من در کلیت ماجرا به فضا سازی که داره و میتونه به راحتی جوری واسه شما روایت بکنه که بدون هیچ گونه نمایشی شما تماشاگر حس نکنه و فکر کنه خیلی کار راحتی. من فقط میتونم بگم که از نظر من، نمیگم فقط، ولی به نظرم بهترین آدما تو این حوزه میتونیم مثلا داریوش مرچی رو مثال بزنیم در این حد و بعد از اون حالا تا حدی مثلا البته کارگردانی توش حس میشه، ولی به نظرم فقط داریوش مرچی توی مدل دیگری هم، حالا عباسی کیارستمی، البته مثلا آقای فرهادی هم هستن، کسان دیگه هم هستن که تو فضا سازی این حالت رو ندارن. شما در بسیاری از فیلم‌های کیانوش عیاری میبینید، یعنی در هیچ کدوم از فیلماش هیچ گونه نمایش کارگردانی نمیبینید، کما اینکه نمایش هیچ چیزی رو نمیدید. اجازه این که بازیگر خیلی اوور اکت بازی کنه یا اینکه خیلی نمایش بازیگری بده، نه خود بازیگری متفاوته. هیچ نمایش موسیقی، احساسات گرایی، هیچ کدوم از اینا وجود نداره، چون اجازه هیچ شکلی از نمایش رو تو فیلم نمیده به شکل کاملا افراطی. کیانوش عیاری به عنوان یکی از فیلمسازان مورد علاقم، علت اصلی علاقم به کارهای عیاری اینه که انگار فیلماش کارگردان نداره، کارگردان غایبه توش و این اوج پختگی کارگردانه که میتونه خودشو پنهان بکنه. کیارستمی هم قبل از این فیلم‌های آخرش میگفت که دارم میرسم به جایی که میخوام کارگردان رو هم حذف کنم و اون هم تا حدود زیادی موفق شد و این به نظر من، حالا یه مقدارش سلیقه‌ایه که آدم اینجور فیلمو دوست داره، یه دی فیلمایی ممکنه ابرقهرمانی دوست داشته باشن ولی و اون هم یه چیز در واقع توانایی‌های خاص خودش رو میخواد، ولی سلیقه‌ای این جور فیلم مورد علاقه منه و به نظرم اوج پختگی کارگردانه. فیلم‌های روبرت برسون به نظر میاد که اصلا کارگردان نداره ولی اونها
نشون میده که چقدر آدم‌های پخته‌ای هستن. حالا برگردیم به این فیلم. من یادم هست که تا قبل از انقلاب فیلم‌های 8 میلیمتری سینمای آزاد، فیلم‌های کوتاهی که فیلمسازها می‌ساختن، فیلمسازهای اغلب که نه همشون جوان بودن دیگه. اون موقع ما فیلمساز سینمای آزاد اینقدر نوپا بود که فیلمساز کهنه کار سال خورده نداشتیم. به دلیل فضای سیاسی اون سالها، اواخر دهه 40، اوایل دهه 50 و این داغ بودن اون بحث‌های سیاسی که اون سالها میشد، سازنده های این فیلم ها سعی میکردن انگار بعضیاشون، حتی میتونم بگم بیشترشون، میگفتن حالا که یه دوربین و فیلم 8 میلیمتری گیرمون اومده، این امکان رو پیدا کردیم که فیلم بسازیم، درشون میخواد نه که اینو بگن، فیلم اینو میگفت که حرفای گنده‌ای بزنن، انگار می‌خواستن مسائل بزرگ جهانی رو با یه فیلم 10 دقیقه 8 میلیمتری مطرح کنن و حلش کنن. این دفعه که داشتم فیلم آن سوی آتش رو می‌دیدم، در واقع نوع مواجهه هم باش یه طور دیگه ای بود نسبت به اون گذشته، که میگفتم خب این اگه واقعیت اونجاست، چرا مثلا مردم کجا هستن، خونه ها کجا هستن؟ ولی دیدم این الان در واقع کنار هم گذاشتن این نشانه های تکنولوژی مربوط به نفت و این بدویت جغرافیا، این خودش تبدیل به یک مفهوم جدید شده. گفتن که گرایش به وسترن، خب من حتی از وسترن هم عقب‌تر رفتم، یعنی انگار که یک زندگی بدوی، مال انسان بدوی داره مخلوط میشه با این نشانه های تکنولوژی که این دوران. بنابراین چنین فیلمی روایتش هم روایت خاص خودشه و طبق اصول و قواعد خودش باید ارزیابی بشه و نه اون چیزهایی که، یعنی واقعیتی که من به عنوان تماشاگر تو ذهنم هست. آن سوی آتش خیلی الان به نظرم خیلی مثال خوبیه برای همین قضیه که هر فیلم اصول خودش رو بنا میکنه. همونطور که آقای گلمکانی فرمودن، شما با عنصر حذف مواجهید، یعنی آن چیزی که از واقعیت دارید میبینید حذف آدم‌های اضافه از پس زمین است. وقتی که آدم‌های اضافه از پس زمینه شما حذف میشه، شما آدم‌ها رو تو خلا نمیتونید نشون بدید. شما یه سری شخصیت دارید و فضا دارید، مکان دارید که مکان باید در واقع تبدیل بشه به فضا. بحثی که شاهین امین عزیز بهش اشاره کرد آقای امین، عرضم به خدمت شما که ببینید ما یه بحثی داریم توی سینما، یه بحث کاملا کلاسیک، بحث میزانسنه. بحث میزانسن یعنی قرار دادن در صحنه. حالا تلفظ فرانسوی انگلیسی قراقاتیش در واقع بحث جدیدش حالا میشه میزان اسپیس، در واقع میزان اسپاس قرار دادن در فضاست. یعنی امروز دیگه ما در رابطه با این صحبت میکنیم که چگونه فضا سازی میکنیم. مکانها در تعریف امروز ما رو محدود میکنن. مکان اصولا امر محدود کننده فضاست. وقتی که ما راجع به فضا صحبت میکنیم، فضا امری است رهاتر، یله‌تر که به ما اجازه تخیل میده. یعنی به ما اجازه میده که ذهنمون رو آزاد کنیم. رولان بارت وقتی که راجع به تئاتر صحبت میکنه، وقتی که یه نفر روی صحنه تئاتر نشسته داره یک چوب ماهیگیری رو به ظاهر میندازه، یا تو تعزیه خودمون هم داریم دیگه، تشت آب میذاریم میگیم این رود فراته، ما که اونجا اونو نمیبینیم که داریم فضا سازی میکنیم، ذهنمون رو آزاد میکنیم، میذاریم بره یه جاهای دیگه و خودمون در واقع چیکار کنیم؟ بسازیم. ببینید شما اتفاقی که داره توی فیلم آقای عیاری میفته این هستش که شما انسان‌هایی رو دارید که اولا از یک سری در واقع قاب‌های کلاسیک استفاده میکنن، دوربین نما از بالا، در واقع سر بالا سر پایین، تعاریف در واقع کلاسیکی که وجود داره، میخواد حقارت آدم‌ها رو نشون بده، از بالا میخواد یه جو ابهتشون نشون بده، پایین در حقیقت اصول کلاسیکیه که منتها برای من جذابه که عیاری اینا رو خودش از سینما یاد گرفته. اصلا هم کاری به شخص نداره، داریم
داریم اشاره به اسم آقای عیاری میکنیم، بذارید فیلمساز اسمشو هر چیزی، کاری به این ندارم که مثلا تو مصاحبه هاشون اینو گفتم، ما گفتگو کردیم باشون، نه، فیلم به فیلم که باهاش میایم جلو میبینیم که اینو خودش در حقیقت یاد گرفته. به خاطر همین استفاده‌ای که میشه، شما با یک فضایی مواجه هستید که در فضا در واقع عناصری مثل آتش، حتی آب وجود داره که اینها داره در حقیقت بر اون بدوی بودن فضا تاکید میکنه. کاری به تکنولوژی ندارم، تکنولوژی یه جاهای انگار این آدم‌ها رو داره له میکنه، نماهای سربالایی که از اون دکل حفاری گرفته و انگار اینها داره خراب میشه رو سر ما و حتی توی گیومه میگم، نه به اون صورت، یک جورهایی در واقع شاید حتی ما رو یاد در واقع بعضی پلان‌های اکسپرسیونیستی هم میندازه، میگم توی گیومه ها، نه اینکه عین به عین، داره یک تلاقی از یک شکل دیگر مواجه شدن با یک شیء رو داره در حقیقت به ما نشون میده، شیء رو جاندار میکنه و برای ما اون رو هم تبدیل به شخصیت میکنه. این عناصر کجا شکل میگیره؟ یا اینکه شما یا شیء جانداره که شما گفتگو میکنید باشین به واسطه زبان شکل میگیره، یا اینکه در فیلم از عنصر تکرار استفاده میکنید. تو عنصر تکرار شما شیء رو نشاندار میکنید. یعنی من وقتی که 5 بار این لیوان رو نشون بدم، دیگه دفعه ششم شما میگید که حتما از این لیوانه استفاده میخواد بشه دیگه، اینو برای چی 5 بار نشون داده؟ مگر اینکه فیلمساز ناشی باشه، با اون کاری ندارم. که در مورد آقای عیاری ما قطعا با این ماجرا مواجه نیستیم و بیش به هدف داره. خب شما می‌بینید که در حقیقت فضا کارکردش این میشه، فضا کارکردش این میشه که با حذف بعضی از عناصر که جناب استاد گلمکانی فرمودن که ما آدم‌های اضافه نمی‌بینیم اون دور و بر، خود فضا تبدیل میشه به آن چیزی که داره جای خالی اون آدم‌ها رو پر میکنه. فضا داره تنهایی این آدم‌ها رو نشون میده. خیلی کم ما در حقیقت میشه گفت که پلان‌های 2 نفره می‌بینیم که آدم‌ها کنار هم باشن. آدم‌ها رو عموما تک می‌بینیم در فاصله‌های دور. حالا اون توی اون بحث واقع نمایی که گفتم اتفاق میفته، بعضی وقتا اینجوری هستش که طرف 3 کیلومتر 2 تا شخصیت با هم فاصله دارن، بعد توی صداگذاری اینا یه جوری با هم دیگه حرف میزنن انگار که تو فاصله 50 سانتیش وایساده. ما نوع فریادها امروز برای ما اغراق‌آمیزه ها. یکی از دوستان متوجه شد که من امروز میخوام بیام صحبت کنم، گفت حتما به جیغ و دادای خانم پروین سلیمانی اشاره کن. آخه چیه این جیغ و دادها تو این فیلم بود؟ گفتم خب ببین اون موقع در حقیقت ما فیلمو در باید تو ظرف سال 65 ببینیم. در اون دوره آقای عیاری فکر کرده که وقتی آدم‌ها با هم دیگه از فاصله دور با هم حرف میزنن نمیتونن زمزمه کنن، نمیتونن نجوا کنن. میخوام بیام خواستگاریش. یه رسم تازه است نه؟ ننمو فرستادم پیش، خودش نیومد. اونا با پول مردم ها؟ گمونت رو دست مونده نه؟ میدونی چند تا خواستگار داره؟ ها؟ وقتی ما آنچویاتش رو با همونطور که جناب گلمکانی فرمودن با این همه شیوه های مختلف فیلمسازی و ذهن انباشته از فیلم و اینا داریم میبینیم، شاید اصلا خود فیلم یک فیلم بدوی به نظر بیاد، ولی به نظر من کیانوش عیاری تونسته تاثیر خودش رو اینجا بذاره که یک، نمیخوام فعلا برم سمت واژه سینمای ملی و این قصه ها که از این واژه های در واقع دولتی بشه، ولی کیانوش عیاری تونسته یک سینمایی بسازه و به ما امروز عرضه کنه که سینمای وارداتی نیست. ببینید هنر سینما در ایران یک هنر وارداتیه. کیانوش عیاری این رو مال خود میکنه و به ما عرضه میکنه، کاری که ناصر تقوایی انجام میده و این بسیار زیاد جای بحث داره از جنبه‌های مختلف. دوستان در موزه سینما که من هم در انتها تشکر میکنم از این اتفاق خیلی خوبی که افتاد، به نظرم اتفاق درجه 1 بود. عرضم به خدمت شما همین خود یک فیلم رو میتوانند از جنبه‌های مختلف، من پیگیری میکردم آقای دکتر فرمودن که توی بحث فیلم آبادانی ها احتمالاً از منظر روانشناسی در واقع شما صحبت کردید. من افتخار نداشتم خودم هفته پیش در واقع در خدمت دوستان باشم، ولی جنبه‌های مختلف این فیلم ها میتونه مطرح بشه، باز بشه و اهمیت در واقع فیلمسازی مثل کیانوش عیاری بیشتر به تاریخ سینمای خود ما یادآوری بشه. میگم ببینید آقای استاد گلمکانی، آقای امین اون موقع دیدن، من اون موقع چند سالم بوده؟ من موقع 8 سالم بوده. خب طبیعتا نمیتونستم فیلم ببینم رو پرده، ولی خب بعدا نسل ما از طریق مجله فیلم و مطالعات سینمایی فیلم ها رو شناختن. نسل جدید اصلا این فیلم ها رو نمیشناسن، اصلا نمیدونن که در تاریخ سینما اصلا حوصله دیدن این فیلم ها رو ندارن.
سینما براشون کریستوفر نولانه در بهترین حالت. به خاطر همین عرضم به خدمت شما که باید این بحثش رو باید بگردیم بحثش رو باز کنیم، راهش رو پیدا کنیم. به شدت وظیفه مهمی برگردن ما لااقل نسل میانی هستش نسبت به این فیلم ها که این فیلم ها رو به تاریخ سینما به بچه‌های امروز بتونیم معرفی کنیم. نیمی از حمایت هایی که از بسیار از فیلمسازان دهه 60 و 70 شد اگر از کیانوش عیاری میشد حتما قدم های خیلی خیلی بلندتری در جهان برمی‌داشت.